اون موقع کشوری به اسم امارات وجود داشته؟ خانم امارات در زمان رضا شاه میگفتن قراء خلیج فارس. انگلستان از 1800 که وارد خلیج فارس میشه برنامه‌ای داشته. شما باور میکنید هنگام هم میگفتن مال ماست، جزیره قشم میگفتن مال ماست، شما باور میکنید جزیره سیری رو میگفتن مال ماست. انگلیسی‌ها چون هر جای دنیا رو میگفتن ما اینجا رو اکتشاف کردیم. ما هم خواب بودیم، یعنی دولت ایران اینقدر براش مسئله بدیهی بود که اینا مال ایرانه اعتراض نمی‌کرد. زمان مظفرالدین شاه نامه نوشتن به زبان عربیه، نوشتن که اعلیحضرت اجازه بدین ما گوسفندای خودمون رو، بزهای خودمون رو بیاریم برای چرا، برای که ابو موسی سرسد در آذر 1350 بالاخره قرار میشه 3 تا جزیره‌ای که مال ماست به ما برگردانده بشه و در مقابل بحرین رو ازش صرف نظر کنیم. بله، جزایر سگانه ایران عرض شود که ارث پدری ماست، یعنی نه تنها ارث پدری ماه، از زمان ایلامیان جزو ایران بوده. خلیج فارس. ببینید من این جمله رو میگم به همه بدانم، خلیج فارس بوده، خلیج فارس هست و خلیج فارس هم خواهد ماند. بس